اسلام داره پردش که تو میخوای که دختری معلوم لیچک میگی تو دارد جناب عالی لیکن زندگی نیست. جناب عالی دخترش کدام روز در منبر آیت خدا را خونده تفسیر کرد. این معلم محترم امروز تحقیر حجاب و تحقیر دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ya'ni Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'taruv. Mujodala surasi 11-oyat. شاه هر روز در سخنش یاد خدا و رسول است. ما حکم ما کدام معلم تحقیق کردیم یگان بار در دوام 30 سالی حیاتم جانم ده برسید. اسلام داره تحقیق میکنی من طاقت نمیکنم مراجعت کنیم. کسی که تحقیر حجاب میکند از دین میبراید. برادران معلمان محترم میتونی خدا خواهد انشاءالله تلفنش من کن من خرسند میشم. لباف شدار من خرسند میشم. کی حد داره زندگی خدا میبراید. دخترای مسلمان کی به حمایت میکنند. امروز چندی سیدای اومده است از داملا جان ما را در کوچه و مزار مدعی خواست که از بیش کند ریشه ما خاطر از آن که الله هست در اندیشه ما. سوال دادیم در اینجا که درباره حجاب که اکثر با امروز حجاب مسئلهش بد باشد این خادمان حکومت در مکتب ها تحقیری حجاب برادر نیست که ما کجا مراجعت کنیم انشاءالله. عینا خدا خواهد مسئله لباس در مکتب برداشتش دیگه بود از طرف جناب عالی. کدام لباس که میتواند مکتب رود انشاءالله خدا خواهد. نمیدونم باید کدام قانون برداشت سادیم. اما به این خدا خواهد معلمان محترم التماس میکنیم که پیش نزد الله کافر نشود. کسی که حجاب تحقیر میکند حجاب این دروغ است میگد. این حجاب از مسلمانان نیست از روی نقطه نظر شرعی طبق آیت های محترم جماعت مبارکه سوره نور که خدا سبحانه و تعالی درباره حجاب برای ما شما امر کرده عزیزانی من. این خدا خود در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی امر کرده است. میتونه آیت 57 31 مراجعه کنه. کسی که تحقیر حجاب میکند از دین میبراید. نکاحت بریده میشود. برادران معلمان محترم میتونی خدا خواهد انشاءالله تلفنش من کن من خرسند میشم. لباف شدار من خرسند میشم. تربیه خوبش که من خرسند میشم. این مشکل خدا خواهد بجایی. امروز دنیای عالم ترقی کرده است. امروز کیهان پرواز دارند های ما تحقیر دین گشتیم. الحمدلله ما مسلمانیم. 97% ما شما از مسلمان عبارت است. دین اسلام در ما است. بزرگان اسلام در ما است. تحقیری هایم خدا و تحقیری پیغمبر نمیترسی از خدا. کی حد داره زندگی خدا میبرای. الله یک پشیه ضعیفی قناتات خدا خود میسوزد. تو خیال میکنی که من دینت نیست میکنم دینت گم میکنم. این دین نگهدارش الله است. استعیذ بالله نحن نزلنا ذکر و نحن له حافظون. امروز در دوره های مملکت های ترقی کردن کفرستان ها برو دین حمایت میکنن. مسلمان ها حقوق دارن و همه نمود لباسش ویش میگردن. امروز ما بالکل مسلمان تحقیر مسلم میکنن حجاب میکنن تحقیر مسلمان میکنن. یگان کافر تحقیر نمیکنن. مسلمان از خدا نمیترسی. از خدا ترس. معلم محترم خدا هر دردا دارد. من هر دید اسلام کار کردگی را دیدم همش جوانی مرد شد. همش در یک روز فلج شده خواب است. از داد نبراد. امروز وقت داده است میتازی 3 روز 10 روز میتازی 15 روز میتازی با رو بخدا میاری بعد نماز خوان میشین وقت میگذرد. خدا خواهد تحقیر حجاب نکن. دخترای مسلمان کی به حمایت میکنن. امروز چندی سیدای اومده است از داملا جان
ما را در کوچه ها مزار دادن. خدا در سوره بقره آیتی 171 والله اعلم خدا میگه آیت های من مسخره نکنی، دین من مسخره نکن که خدا مسخره بکنه. انشاءالله خدا خواهد نعمت یک چشمت بگیرد کورت میکنه خدا خواهد. من میدونیم نعمت زبان تا میگیره بعد میدونیم، نعمت دست و پا تا میگیره بعد میدونیم. با خدا بازی نکن، با زنت بازی کن، با جورت بازی کن، با اسلام بازی نکن. گفتی حضرت بیدین ادبگاهی محبت ناز شوخی بر نمیدارد، شوخی نکن. خدا چنان ریختین سمالیات ها داده که در یک دم میخپد، در یک پس. مدعی خاص میگه شیخ سعدی، مدعی خاص که از بیش کند ریشه ما، خاطر از آن که الله هست در اندیشه ما خدا داریم. امروز شما را پردش که میکنه که آدم هست، روزش میاد که هم آدم پردش کرده میکنه. امروز شما را آب بیداده که آدم هست دارش بینش کن. جناب عالی لیکن ضد دین نیست. جناب عالی دخترش کدام روز در منبر آیت خدا را خونده تفسیر کرد. این معلم محترم امروز تحقیر حجاب و تحقیر دین دارد، نمیترسی از خدا. شاه هر روز در سخنش یاد خدا و رسول است. اینو یاد گیر. دین دار خدا خود پردش کن، اسلام دار پردش کن. تو میخوای که دختری معلوم لیچک میگی تو دارد؟ من کلمه گیری نمیکنم این کاره، کشیم نمیکنم این کاره. حالا نشم من تا جان دارم اهل ایمان ایمان میکنم. شما جان ایمان دا برسه بعد میگه که ما تاخیر میکنم، ما حکم ما کدام معلومه تاخیر کنم یکم بار در دوام 30 سالی حیاتم جانم دا برسی اسلام دارا تاخیر میکنی، من طاقت نمیکنم. من ایمانم راه نمیتیرم. منم خوب است، من هر دین داره من میکنم. وقتی هم همیشه تاخیر شد، وقتی که من صحبت کردم با تاشکند نیستید منه که هیچ کار میکند زیدی ما گم میدوند. برادر آمد من هم صحبت شدم با اون تاشکندی. برادر گوش کن، ما طرفدار حکومتیم، ما طرفدار زیدی جناب عالی نیستیم. یکی این حکومتدارا ما را هر روز تحقیر میکنن. بجای خدا خواهد تربیه کردن جوانان، تربیه بردن خدا خواهد ما شب و روز در خدمت اینا هستیم. شب و روز که صحبت ها میگذارونیم با جوانان که علم خون تربیه گیر جوانی خوب شد. یکی اینا تحقیری ما میکنن. ما اینو نمیخوایم عزیزانی من، هوشیار شد. نمیتوانی خدا خواهد تو این دین نیست کنی. این دین هر شب حرکت کردن، هر جا هر بالا همش کجا شد؟ زیر خاک شد، همش لعین شد. عزیزانی من